خب نره. خب شخصی در نزد خسرو و خوشتومان خود به زنش گفت که رو 4 طرفت قبله و زنش برآمده به خانه پدر و مادرش رفت. آیا این در نزد اسلام طلاق حساب می شود یا نه؟ نه پس خسرو خوشتومانش هم باشد اگجا باشه و برا گفته امجا نیتش طلاق باشه یا طلاق باین میشه. اگر نیتش 4 طرف گفتگی نیتش اگر 3 طلاق باشه 3 طلاق میشه. اگر نیتش با شرط ده همینجا طلاق نباشه هیچی نمیشه. نیکی نیتش طلاق باشه 1 طلاق باین میشه. خب السلام علیکم حاجی. اکی مسئله های طلاق هموطنان عزیز مسئله بالای منبر نیستن. اصلا باید طلاق امو زن خودش طلب کنه. زنک امو برای که طلاق حقی زنه. شما این مسئله هم نمیفهمید مردم عامه. برای که امو زن در وقت عقد نکاح امو زن میگه من تن نفس خود را به تو دادم بخشیدم. اگر او زن نتیه تو چرا قبول منی؟ میگه بره نابود چه نمیبخشمش. چیش میگوی را؟ میابرم نکاح که میکنی تن نفس میبخشه طلاق حقی زنه. برای همین قرار زن باید طلب کنه که این مردک من همین ترم گفت. یکم برای همین قرار طلاق باید که محکمه اداره مفتیات بروه. در اونجا 200 سومانک میشپاره بعد دعا میگیرن بعد اون روایت قدر پیدا میکنه. ما در بالای منبر به پل میگیم میشه که قدرم پیدا نمیکنه. یا سوم خونه سوخته با نمیتیا میدم اینجا همیدی حاضر. خب با چی؟ خب السلام علیکم حاجی بابا. زیارت رفتن عزیز و اولیاء در اسلام جایز است یا نه؟ زیارت رفتن درست است، برای عبرت است. ایرا موعظه‌اش چند جمعه پیش کرده بودیم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زیارت کنی، گفته از قبرها را برای عبرت بگیری که مردن در یاد شما میآید، قیامت در یاد شما میآید. این به این معناست، نه به این معنا است که برید اونجا مشرک شوی و اون مردیت شما طلب کنه از سخنای پوسیده او. این معنا را نداره. خب السلام علیکم حضرت ایشان. میگویند که در وقت نکاح اگر شاهد نباشد در جای شاهد 2 تا نان مانده نکاح کند میشود. آیا این درست است یا نه؟ این کلمه کفر. کسی همین کلمه را بگه بتون او گمراه مردم گمراه میکنه. او خونه سوخته کیو؟ در برای نکاح 2 مرد صالح باید باشه، حتی فاسق هم نباشن، بینماز هم باید نباشه. این را فهمی؟ حاضر 1 مرد یا 2 زن گفته است و تاری زنی صالحه هم یافت نمیشه و حاضر. 2 مرد صالح نمازخونی پاکیزه باشه شاهد انا بعد نکاح درست میشه. میدی؟ خب السلام علیکم حضرت ایشان. تیمم را به ما فهمانده میدادید و بگویید که تیمم برای کیها ممکن میباشد؟ این تیمم مثلا یک مسئله مبرم است. تیمم برای هم کدام کسانی کسل ایتارت کردن نمیتونه، یا که در شعله خنکای خوابه که مثلا دستاش کار نمینن، پاش کار نمینن، یا که یاره داره. این همی حالتی خنک در اسیا باشه، اگر در یگان جایی که آب خنک 40 گرادوس خنک همونجا میتونه تیمم کنه. این همی جای ضروری نمیشه خلاص. خب السلام علیکم داملای محترم. حلاله در اسلام چی معنی دارد و میگویند که حلاله کردن درست است؟ آیا این گپ راست است یا نه؟ نه مثلا اصلا کلمه حلاله همین شوی دیگه کردن معنیش حلاله میگن. همین 3 طلاقش که کرد، امر ناشکری که کردی، شریعت میفرما که همین عروس نازنین تو ناشکری کردی، اکی شو میکنه. انا معنیش همین دیگه او طرفش نپرس. شو میکنه؟ باید میگن ناشکری کردی یا مردک میگن من میخرمش تو بگردم کوچانده دیگه ای دور بینش کرسکه هاشا و پاتینکه هاشا دیگه لواتا بلیز پشین دارم اونجا. انا معنیش همه دیگه معنی دیگه. خب در وقت رمضان در حالت روزه اگر غسل کند صابون قطعی میگویند که روزه میشکند. آیا این درست است؟ در رمضان شریف هم غسل کنه روزه نمیشکنه. صابون هم قطعی غسل کنه روزش نمیشکنه. او روزه در حالتی است که پاش اوچ کنه ایته او میدرایا یا دهن بنیش بدرایا بعد روزش میشکنه. خب
در حمامای گرم انا اون تری جا. خب سلام علیکم بابایشون، خواهشمندیم به سوال ما همین جمعه جواب دید. در بین مردم عقیده هست که شیر را فروختن ممکن نیست، آیا این درست است یا نه؟ نه، شیر فروشی درست است. شیر هم فروخته میشه، جرقات هم فروخته میشه. نیکی گپ در اینجا است که ایرا یک روز موعظه‌اش کرده بودم، حضرت امیرالمومنین عمر ابن الخطاب همین شیر فروشای خدا بترسن که آب خوش نکنن. انا همین آب خوش نکنن که بسیار گنده. کدام کسانی که در شیر آب خوش بکنن با بدترینی بلا گرفتار میشن اخیر. خب برادر سوال کرده است که زن نمازخون نماز میخوند و اما روی مال معده در سرش هست، مویش میتابد، گردنش میتابد، نماز این درست میشود یا نه؟ اگر نمال معده است که موهاش میماین، کمتری موهاش یک کوکلش چندی 3 سانتی متر 5 سانتی مترش میماین، نمازش درست نمیشه. پسی گردنش هم بماین، نمازش درست نمیشه. خب بعد نماز گپ در درون نماز است. سوال مردم بیرون از بیرون نماز هم باشه که برای زن درست نیست که پسی کلش هم تماشا کنن. برای زنها درست نیست که در همون خانش باشه و همون این کرتاهایی که حاضر پاره میکنن بسیار بیزیب پاره میکنن، بسیار مالای نازنین رسوا میکنن. این مثلا پیش سینهش و پسی کلش همش، حتی همون زن پیش سینهش همیده کشاده و پسی کلش هیورش دیدنش درست نیست. هیورش دیدنش درست نیست. برادر شوهر محرم زنی برادر نیست موافق شریعت خدا. رسول الله گفتن الحم الموت، درست نیست موافق شریعت. باید که امور دید رزق کنه روشه، بگم محرم نیست. اگر برادرش نباشه در همون خانه زنی برادرش تنها باشه باید ندرایه. خب السلام علیکم حضرت ایشون، درباره ای که مردم در درون مسجد گپ دنیای گپ میزنن و از پیش نماز دیگر کس میگذارن، کمی صحبت میکردید که در مسجدها اکثریت در همین مسجد مردم در وقت امر معروف گپ میزنن و در پیش نمازها میگذارن، کمی فهمونده میدادید؟ این مسئله است که انشاءالله جمعه آینده میفهمونیم این مسئله برادره که در بابت در نماز پیش گذاشتن در پیش نماز خان و این مسئله ها گپ زدن. انشاءالله که جمعه آینده مفصلا میخوانیم که وقت تنگتره، برای که این خیلی یک فصل بیاناتی کشاد میخواه این مسئله. خب باز همین برادر پرسیدن که یک مردم هم میفهموندید که پوچه هایش بروک هایشون در زمین میشکد در وقت نماز اینها چی میشه؟ دارانه برادر بسیار گپی خوبه، برای همه منفعت ما و شماست که باید که ایزار از همون شیتالینگ یعنی بالا باشه. اگر او پایو در پشتی پا باشه نماز مکروه تحریمی است، دیگه ثواب نداره نماز خوندگیش. خب السلام علیکم حضرت ایشون، مردمی که تجارت میکنن در بازار سودا میکنن، سودای اول رو پولی سودای اول رو در بالای همون متاها میتابند 3 بار، این در شریعت هست یا نیست؟ آخه نمیارم پلا در ما بتاوا او پلا در کجا میده؟ در لخ کوک چی میشه که او پلا ای میاد دیوانه بازیست. آخه او پلا اول سے برده که صدقه بدی دعا بگی تو مثلا کار خدا رواج بتیا، تو پلا بگی دام لخ خوب بشه که چی فایده داره؟ آخه تو دیوانه ای؟ این معنا نداره این کار، این رسم نیستی. فالای چمچی. خب سلام علیکم حضرت ایشان، باز همین برادر پرسیدن که مردم تجارتمند خیر میکنن برای پیر کار گفته، آیا این درست است یا نه؟ مثلا خیر مثلا که خیر بکنن ثواب شد به کسی بخشن و دیگه به نام پیر کار خیام پیر کارای نوکارای اشکلب کی صدقش کنه میشه برای پدر مادرش، برای یک استاد بخشه و مثلا همین سوداگرها هم اصلا پیر دارن و ندارن اصلا. ولی در بابت تجارت یک صحبتی هم انشالله میکنیم که
حضرت امیرالمومنین عمر بن الخطاب در یک صحبتشان گفتند در بازار مدینه کدام سوداگری که علم سوداگری را نمیداند در بازار سوداگری نکند که او در ربا داخل می شود، در ربا و رشوه داخل می شود. خب